سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. این جلسه با هم دیگه اصطلاحات و جملات پرکاربرد انگلیسی رو یاد میگیریم که خیلی موثر هستن برای اینکه شما بتونید بهتر صحبت بکنید و روانتر صحبت بکنید. تمام این جملات از دل فیلم و سریال ها انتخاب شده، پس بنابراین خیلی به زبان محاوره نزدیکه و کمک میکنه که هم لیسنینگتون بهتر بشه و هم اسپیکینگتون بهتر بشه. بریم با هم دیگه جملات رو ببینیم. Hand something back. Hand something back. پس دادن چیزی. مثلا Sorry, can you hand it back? I should check it again. بچه این A اینجا اضافه است. میگه میتونی که اونو به من برگردونی چون من باید دوباره اونو چک کنم. پس این یک مثال شد. و مثال بعدی Did you notice about your role in the game? So hand them back to me. Did you notice about your role in the game? So hand them back to me. مثلا کارت پخش کردید برای یه بازی و اون کسی که گرداننده ازتون میپرسه که راجع به نقشتون توی بازی متوجه شدید، پس کارت رو به من برگردونید. پس hand something back یعنی پس دادن چیزی. I should stick it out. I should stick it out. باید دووم بیارم، باید تحمل کنم. خیلی این فرماله. اگه بخوایم فرمالش رو بگیم از فعل tolerate استفاده میکنیم، تحمل کردن. I hate my job, but I should stick it out. You know, there is no choice. I hate my job, but I should stick it out. You know, there is no choice. میگه من از شغلم متنفرم ولی باید دووم بیارم به خاطر اینکه راه دیگه ای ندارم. پس I should stick it out یعنی باید دووم بیارم. Hammer someone کسی رو کوبیدن، تحقیر کردن. خود hammer به معنی چکشه، پس وقتی که به فعل به کار میره، به عنوان فعل به کار میره، یه جوری همون کار چکش رو انجام میده، یعنی کسی رو بکوبی، تحقیرش کنی. مثلا شما از دوستتون میپرسید Hey, how is it going? Hey, اوضاع چطوره؟ و دوستتون در جواب میگه Awful. Today my boss hammered me in front of my colleagues. Awful. Today my boss hammered me in front of my colleagues. میگه امروز رئیسم منو جلوی همکاران کوبید. پس hammer someone یعنی کسی رو کوبیدن. rush through بدون فکر کاری انجام دادن، کاری رو سریع انجام دادن. یه قانونی رو بدون فکر وضع کردن. شاید مثلا این موقعیت اورژانسی بوده و جرم و جنایت خیلی توی اون کشور زیاد شده بوده که دولت یهو مجبور میشه مثلا یه قانون اینطوری وضع کنه. حالا مثالش The government rushed through legislation aimed at mafia leaders. The government rushed through legislation aimed at mafia leaders. میگه حکومت یه قانون یهویی رو علیه رهبران مافیا وضع کرد. خب پس rush through یعنی بدون فکر کاری رو انجام دادن یا به صورت ناگهانی یک قانونی رو وضع کردن. fall for somebody باز خیلی این فرمال خاطرخواه کسی شدن. فرمالش اگه بخوایم بگیم داشتیم fall in love with somebody. حالا I have a feeling about Sarah like I fall for her. I have a feeling about Sarah like I fall for her. یعنی من یه احساسی درباره سارا دارم، یه جورایی انگار خاطرخواه شدم. خب این لایکی که این وسط میاد فقط برای اینکه وقفه ایجاد بشه که بتونه جمله رو ادامه بده. پس خاطرخواه کسی شدن fall for somebody. You don't want to seem too pushy. نمیخوای خیلی هول به نظر برسی یا سمج به نظر برسی. مثلا I don't want to seem pushy, but what do you think about following up the answer of the interview? I don't want to seem pushy, but what do you think about following up the answer of the interview? میگه نمیخوام هول به نظر برسم ولی به نظر چطوره که جواب مصاحبه کاریمو پیگیری کنم. پس you don't want to seem too pushy تو نمیخوای هول به نظر برسی که اینجا اومدیم ضمیر رو عوض کردیم، ضمیر فاعلیش رو. That's so made up.
That's so made up. خیلی من درآوردیه دیگه، خیلی ساختگی مشخصه. مثلا شما به معلمتون میگین Teacher, I could not do my homework because I had terrible accident, but now I'm better. بعد معلم در جوابتون میگه That's so made up. Teacher, I could not do my homework because I had terrible accident, but now I'm better. That's so made up. که من یک تصادف وحشتناک داشتم، به خاطر همین نتونستم تکالیفم رو انجام بدم، ولی الان بهترم. و معلمتون نگاه میکنه به صورتتون میبینه مثلا هیچی نیست، برمیگرده میگه این دیگه خیلی من درآوردیه. پس that's so made up یعنی خیلی من درآوردی و ساختگیه. دروغش معلومه. Am I losing my senses? Am I losing my senses? عقلم از دست دادم. مثلا Don't start it again. What do you want to say? Am I losing my senses? Don't start it again. What do you want to say? Am I losing my senses? دارید با این نفر دعوا میکنید و بهش میگید که دیگه شروع نکن دوباره. چی میخوای بگی؟ میخوای بگی من عقلم از دست دادم؟ بعضیا یه حقه‌ای دارن موقعی که باشون دعوا میکنی میگن تو مثلا عقلتو از دست دادی که داری این حرفو میزنی. این جمله در این زمانها به کار میره. Am I losing my senses? میخوای بگی عقلمو از دست دادم؟ I'm onto you. I'm onto you. آمار تو دارم. You can't keep lying anymore. I'm onto you. You can't keep lying anymore. I'm onto you. You can't keep lying anymore. I'm onto you. نمیتونی دروغتو بیشتر از این ادامه بدی. نمیتونی دروغ گفتنو بیشتر از این ادامه بدی. من آمارتو دارم. پس I'm onto you یعنی آمارتو دارم. خب دوستان به پایان این جلسه رسیدیم. امیدوارم که استفاده کرده باشید. خیلی ممنونم از اینکه لایک میکنید، کامنت میذارید و سابسکرایب میکنید. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.